بی‌طرف بودن در کار نیست. وقتی بی‌طرفی گذشته رفت، ما دولت صاحب استقلال خود را داریم و آن را بنیاد کردند. من بارها تاکید میکنم و امروز هم نیز یک بار دیگر تاکید میسازم، ما زیرکی سیاسی را از دست دادن ما در کار نیست. در غفلت نمانیم. و مردم را آگاه سازیم. از راه‌های بد گردانیم. نترسیم، نه هراسیم. سرقانون کنستیتوسیا داریم. راه آینده ملت و دولت معین. چی دیگر جای ترس است؟ و خود شما ایجاد میکنید. در من بعضا میخوانم در ایجادیات شما و بزرگای گذشته ما درباره آنهایی که چقدر علیزیای گذشته ما چقدر جانیساری ها کردن برای بنیاد دولت ملی، برای آزادی، برای زبان، برای تاریخ، برای فرهنگ، برای نگاه داشتن رسم و آیین. امروز ما دولت به شما مراجعت کرده ایستاده، شرایط مهیا کردیم که مرحمت با مردم باشید، مردم را تکیه کنید، راه نشان دادن. من باوری کامل دارم آینده تاجیکستان خیلی درخشان است. ما از روزهای از چگونه امتحانهای سخت و سنگین ما نگذشته ایستادیم، چگونه مشکل‌ها پیش صدی راه شده ایستادند. همه این برای پیش راه صدی راه شدنی رشد و ترقیات دولت جوان صاحب استقلال تاجیکستان است. لیکن ما ترقی کرده ایستادیم، ما پیش رفته ایستادیم. در جامعه جهانی تاجیکستان را امروز نه اینکه اعتراف کردن، تشبس‌های تاجیکستان را با کمال میل استقبال نمودند و در عرصه بین المللی یکی از پرابلم‌های گلوبالی که در دنیا امروز دارد و در آینده این پرابلم در مد اول می‌ایستد، این مسئله نرسیدن آب آشامیدنی. تاجیکستان لیدر است، تشبسکار است. به دستاوردهای دوران استقلالیت پیشرفت همه ساحه‌های اقتصادی ملی، رشد علم و معارف و صنعت و فرهنگ باید وظیفه اولین درجه عالمان قرار گیرد و آنها باید به صفت بهترین تبلیغگران جامعه پیشقدم یک جا با آموزگاران و ادیبان و دیگر گروه‌های روشنفکران در محل‌ها صدی راهی هر گونه عقیده‌های تند روانه گردیده زیرکی و با جرأتی را از دست ندهند. من تکراراً تاکید میکنم. در برابر این به مقابل افراطگرایی و خرافات و عقیده و اندیشه‌هایی که کشور را به قفا میکشند مبارزه برند و سیاست دنیویت دولت را به دیگران شهر داده جامعه را از تاثیر هر گونه فرهنگ و مفکوره بیگانه حفظ نمایند. ما باید آیین مدارا و تحملگرایی را که در فرهنگ و مفکوره خلقمان عصرها باز ادامه می‌یابد رعایت نماییم. وابسته به این از تمام زیایان و عموما اهل ایجاد دعوت به عمل می‌آوریم که ارزش تحملگرایی را بیشتر گسترش بخشیده مردم را به وحدت و سرجمعی دعوت کنند. این کار قرض انسانی هر یک شهروند تاجیکستانی عزیز بخش و زیایان کشور می‌باشد. بار دیگر زیایان کشورمان را هشدار می‌دهم که فکر آینده ملت و وطن محبوبمان را هرگز از ذهن خود دور نسازند. پایه‌های استقلالیت دولتی و خودآگاهی و خودشناسی ملی را پیگیرانه و با جرأتانه تبلیغ نمایند. من در پهلوی شما را دستگیری می‌کنم. در این همه طرف تنها نمیگذارم، نترسیتان، تنها نمیگذارم، همه طرف دستگیری می‌کنم. من همین چاره‌بینی سیاسی انتخاب پارلمان گذاشته. من از سطح معرفت مردم تاجیکستان سال هر یک 5 سال نشان داده است که ما با کجا رفتیم. مردم می‌فهمند. با مردم کار کردم. سیاه را از صفحه نشان دهید که من این راه درست است، من این راه عاقبت بدبختی میبرد به تاریکی. مردم می‌فهمند. چرا نه؟